در جستجوی حقیقت، روزنه به سوی آرامش روانی و امنیت ملی. مردم مستمند افغانستان مصداق ضرب المثل شده است که میگویند مار گزیده از ریسمان ترسیده. در این روزها کنفرانس تشکیل شده تحت عنوان همصدایی تا مردم ما در جریان واقعیت‌های قرار بگیره که تعداد کسانی با کج اندیشی میخواهند که مردم را در کج راه قرار بدن. و این خاطر برای جلوگیری از روایات جعلی و جعل روایات تاریخی و خصوصا قضایای سیاسی کوشش میکنیم که آنچه که واقعیت دارد و به اساس مسئولیت و رسالتی که در قبال مردم ما و تاریخ و وطن ما داریم او را باید انجام بدیم. کتاب متعهد به بی‌طرفی رسانه‌ای، همگام با نویسنده‌ها و همسو با حقیقت. با نام و یاد خدای بزرگ. افغانستان در این چند دهه محراق حوادث گوناگون شده است. آغاز طوفان از کودتای 7 ثور است و متاسفانه این طوفان و فاجعه طولانی شده تا اکنون به اشکال مختلف دوام دارد. مردم مستمند افغانستان مصداق ضرب المثل شده است که میگویند مار گزیده از ریسمان ترسیده. در این روزها کنفرانس تشکیل شده تحت عنوان همصدایی. تا آنجایی که من با مردم ارتباط دارم اکثر مردم از این همصدایی هراس دارند. چرا؟ به این دلیل که آنقدر بازی با سرنوشت ملت مظلوم ما شده که از هر صدایی میترسیم. رادیو کتاب در پی اجرای وظیفه رسانه‌ای خویش جستجو نمود تا انسان مصلح، خیراندیش و صاحب نظر در امور سیاسی را پیدا نماید و با ایشان مصاحبه در مورد کنفرانس همصدایی انجام دهد. یقیناً اکثریت شما بیننده های گرامی این بزرگوار را میشناسید. اسم گرامیشان عنایت الله طوفان از جمله مؤسسین مجمع ملی برای نجات افغانستان، ایشان صاحب نظر در امور سیاسی هستند. عرض سلام و خوش آمدید دارم طوفان صاحب بزرگوار. تشکر که وقت گذاشتین در مصاحبه با رادیو کتاب حاضر شدین. نظر شما را میشنویم در مورد عمومی کنفرانس و بعد وارد جزئیات میشم. مهربانی صاحب. تشکر، جهان سپاس نوید صاحب بزرگوار از اینکه از ما دعوت کردین در برنامه رادیو کتاب به خاطر اظهار حقایق و قضایای حال سیاسی افغانستان. جهان سپاس و شکران میکنم. امیدوار هستم که بتانیم به سوالاتی که راجع میشد مسئولانه پاسخ درست داده بتانیم تا مردم ما در جریان واقعیت‌های قرار بگیره که تعداد کسانی با کج اندیشی میخواهند که مردم را در کج راه قرار بدن. و این خاطر برای جلوگیری از روایات جعلی و جعل روایات تاریخی و خصوصا قضایای سیاسی کوشش میکنیم که آنچه که واقعیت دارد و به اساس مسئولیت و رسالتی که در قبال مردم ما و تاریخ و وطن ما داریم او را باید انجام بدیم. و این خاطر خدمت شما آماده به پاسخ هستم. طوفان صاحب، در مجموع شما با این کنفرانس مخالف هستین یا موافق؟ خدمت شما عرض بکنم که ما به اساس یک اعتقاد و باور به این هستیم که هر کسی که یک سنگی را در مخالفت با طالبان و توریسم پرتاب بکند ما او را استقبال میکنیم، مگر با این روندی که با یک ترفند استخباراتی مهندسی شده و در رأس از این حنیف احمر قرار دارد، اما طوری که بار بار مردم ما را فریب داد و دروغ گفته در قلهای زنجیره‌ای دست دارد. عمیقاً با این روند سارقانه کاملا مخالف است. فقط به دلیل حضور اتمر یا زوایای تاریک دیگه هم داره که باید بازگو شود؟ زوایای تاریک زیادی داره که میشه که در جریان صحبت‌های ما رو بازگو کنیم. مهربانی صاحب از امو زوایای تاریک بگوید. اولا خدمت شما عرض بکنم که یک جریان سیاسی، یک چتر بزرگ سیاسی به نام مجمع ملی برای نجات افغانستان متشکل از شورای مقاومت و سران جهادی و تنظیم‌های جهادی که شامل جنبش اسلامی، اتحاد اسلامی، وحدت اسلامی، وحدت مردم افغانستان، حرکت اسلامی، اجماع ملی برای نجات افغانستان، نهضت نوین اسلامی افغانستان
و بسا نهادهای دیگری هم که شامل ازی شدند که یک چتر بزرگی را ایجاد کردند و دارای یک میثاقنامه هست که یک میثاقنامه را از او اجماعی که شکل دادن بیرون کردن، در اونجا تعهد سپردن که صادقانه در خدمت مردم افغانستان برای به چالش کشیدن گروه تروریستی در افغانستان به خاطر بلند کردن صدای مردم افغانستان دست به هم داده ایم و از این آدرس دیگه میخوایم که صدای مردم افغانستان را بلند بکنیم. هر نوع آدرس دیگری اگر ایجاد میشد او را در مغایرت، در مخالفت با اتحاد و وحدت نظر مردم افغانستان میدانیم که متاسفانه امروز همان طوری که میگن که خوی بد در طبیعتی که نشست نرود تا ابد از دست. کسانی که طبق عادت در قضایای سیاسی افغانستان با کج اندیشی ها و کج روی های خود افغانستان به این حالت رساندن و متلاشی ساختن، ملت ما را آواره و سرگردان، مردم افغانستان در سراسر دنیا بی عزت و بی آبرو ساختن و امروز مردم افغانستان از هویت ملیشان محروم شدند، از شیرازه ملیشان محروم شدند، از وطنشان محروم شدند، از ساختار یک نظام باید در سایه یک نظامی که خود مردم افغانستان به اراده خودشان تمثیل بکنند محروم شدند، از مکتب هم محروم شدند. آواره و سرگردان، کسی در بحرها، کسی در کوهها کشته میشن و کسی هم در کشورها توهین تحقیر میشن. نتیجه حاصل راکارهای کجرویشی ها و کجبینیشی هایی است که امی بزرگوارا انجام دادن. ما تصور کردیم که شاید متوجه شده باشند به خطا و اشتباهات خود، متاسفانه طبق طبیعتشان بار دیگری سنگ اختلاف یا باب دروازه اختلاف بار دیگری هم باز کردن که این ما به خیر ملت، به اتفاق ملت، به منافع مردم ما نمیدانیم. بنابراین به این خاطر است که ما با این مخالف هستیم. بیننده های گرامی، کسایی که مخالف نظر آقای طوفان هستیم، ما از شما صادقانه دعوت میکنیم، میتونین آدرس رادیو کتاب آخر درس میکنیم، با ما ارتباط بگیرین، بیاین فرمایشات ایشان رد بکنیم. رادیو کتاب معتقد به آزادی بیان است. طوفان صاحب بزرگوار بسیار اشارات خوبی کردین، اما اگر اینا بیایه و بگویه که فعلا وضعیت قسمی است که ما به همصدایی نیاز داریم و این نامم برگرفته شده از ادبیات بسیار غنی فارسی است که همصدایی از همزبانی بهتر است، یک همچه شعری از مولانا هست. بله خب من در مقدمه هم عرض کردم که چون مردم افغانستان بسیار زیاد فریب خورده، سرشان ظلم شده، در این مورد هم بدبین است. شما پیامتان صراحتاً در اونا چی است؟ اونایی که دستن در کاری از این کنفرانس همصدایی است، چی انتقاداتی دارین صاحب؟ از نظر تشکیلاتی چی انتقادات دارین و از نظر عمومی چی مضراتی با پیروزی از این کنفرانس برای مردم افغانستان متصور است؟ مهربانی است. اولا خو این کنفرانس یا این گرد همایی یا این اجلاس یک توطئه، یک ترفند بزرگ برای همصدا شدن مردم افغانستان میدانیم. دومی از این همچه اجلاس به اساس یک راهکار مهندسی شده استخباراتی، کار اپراتیوی در رابطه با از هم پاشاندن شیرازه مردم افغانستان و جریانات سیاسی و اعتبار سیاسی که دارن، خصوصا مجمع ملی برای نجات افغانستان که همه در اینجا حضور پیدا کردن تا صدای ملت باشن، بناهن یک آدرسی وجود داشت. در اینجا خدمت شما عرض بکنم، با مون مثال می رویم که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که مسجد را ایجاد کردن به نام مسجد درار یاد میشه. زمانی که یک آدرس ملی بوده باشه و همه در زیر چتر از او حضور داشته باشن و در اونجا هم سوگند یاد بکنن و میثاقنامه را بسازن و اساسنامه را بسازن، هیچ وقت نیاز به یک صدای دیگری در کنار این به عنوان مسجد درار نیست. این نشانگر و نماینگر چند چیز است. یک پروژه استخباراتی هست که خدمتتان پیشتر عرض کردم که این پروژه از آدرس استخبارات طالبان مهندسی شده به خورد یک کشورهایی که در رابطه با مسائل قضایای افغانستان برای برچیدن بساط طالبان در افغانستان به اساس اجماع جامعه جهانی نگران هستند. اونا به دنبال امنیت خود و منافع خود هستند. در همصدایی با اونها خواستن که تحت مدیریت یا ریاست آقای حنیف اتمر که بار بار همین بزرگوارای سیاسی ما را از آقای یونس قانونی گرفته تا آقای
استاد عطا محمد نور تا آقای محقق و همچون استاد عبدالرب رسول سیاف و جنبش آقای دوستم، اینا رو بار بار گزیده و این طعم تلخی از این چشیدن. و چیز دیگری که بسیار زیاد مهم است که در آقای حنیف اتمر چه وزنه جوهره سیاسی که به اصطلاح او قابل درک و فهم باشه که برای مردم افغانستان مفید تمام شود، این وجود دارد. نه این آدم نفوذی داره در میان مردم، نه این آدم محبوبیت داره در میان روشنفکران و سیاسیون. یک آدم استخباراتی از سالیان متمادی به قتل مردم افغانستان از دوران کام و اکسا و خاک وجود داشته که به خاطر شاهد ادعای من نبود پایشان است که شما میفهمید که در کدام راه این پای خود از دست دادم. و ترفندهایی که در طی 20 سال جمهوریت داشتن، جنبش روشنایی را در دمزنگ انفجار داد توسط یکی از انتحاریونی که از لوگت دعوتش کرده بود، ما پیش اسنادش موجود است. و همچنان قتل‌های زنجیره‌ای فرزندان مقاومت ملی مردم افغانستان در تیرس خود قرار دادند که کار کردند به خاطر حاکمیت تمامیت خواهی و برای منافع شخصی خودشان. بنابراین در این کدام وزنی وجود ندارد. ما تعجب در این میکنم که اینجا یک چتر بزرگ هم وجود دارد، شخصیت های دلسوز و پاک که به خون مردم دستشان آلوده نیست، نهادها خصوصا نسل جوان در مجمع ملی اکثریت هم تشکیل میدن. تمام مردم افغانستان هم به این امید بسته کرده بود که باید یک چالشش برای طالبا با یک چالش باشه برای طالبا. برنامه های خوبی هم روی دست داشت، اما اینجا چه گلی را به آب دادن که آره برای من در یک همصدایی دیگره این را دسته بکنم. بنابراین معلوم میشه از این وضعیت که چیزی این در کفششان ریگ وجود داره. این ریگ که وجود دارد سپوتاژ است، اما شیرازه فکر مخالفت مردم افغانستان نسبت به تروریسم، مشروعیت دادن برای تروریسم در آجندای کاری از یا هم یکش تفاهم با طالبا، مذاکره با طالبا، نشست با طالبا، مشارکت با طالبا در ساختار تحت مدیریت امارت. بنابراین یا با کسی این کار میکنن که ما شمالی بزرگ شاهد جنایات این گروه و این گروه هست. یک کولنگ، مزار شریف، بازار سوخته دره صوف و همچنان هزارجات و بیسود یا شاهد جنایاتی هستند که چگونه میتونن که اینها با واسطه که خودشان از این آدرس بار بار خنجر خوردن، چگونه میتونن که به خون مردم با شهدای مردم افغانستان پا بگذارن، وجدان خود زیر پای بکنن، بیان با یک گروه قاتل مردم افغانستان دست به هم بدن، برای مشروعیت بدن و در حمایت تروریسم لابیگری بکنن. نشان میده که اینا تو یک پروژه استخباراتی هست. بنابراین پروژه استخباراتی میخوان به چشم مردم افغانستان خاک بپاشن تا بتونن که برای طالب مشروعیت بدن و همچنان در توانی با کشوری هستند که اونا به دنبال منافع خود هستند، منافع مردم افغانستان قربانی منافع بیگانه میکنند. در این هیچ خیری نهفته نیست و بنابراین این باعث مسدود ضرر شناخته میشه پیش ما و همچنان آدرس سپوتاژگر و توطئه‌گر برای شیرازه وحدت مردم افغانستان درباره طالبان. در مجموع آنچه که از فرمایشات شما برمی‌آید، از نظر تشکیلاتی شما گلایه دارین که اینا مجمع ملی برای نجات افغانستان در جریان نگذاشته، بیخبر از اینا برگزار کرده و از نامشان استفاده کردن. دقیقاً گپ ماست؟ کاملا دقیقاً یا یک سرکت سیاسی کردن. سرکت سیاسیشان این بود که قطعا مجمع ملی برای نجات افغانستان در جریان نگذاشتن. در مجمع ملی آقای داودزی رئیس اجرایی است. ما اسناد پیش موجود است که اونها قطعا در جریان نبودند که با مجمع ملی تفاهم کرده باشند. آقای داودزی هم نمیتونه شخصی تصمیم بگیره، با تصمیم شخصیش بخواه که بالای مجمع هیئت رهبری مجمع ملی اعمال نفوذ بکنه. قطعا در اینجا ما یک رئیس دیگر داریم، خانم انجینر پروانی. بنابراین مریم پروانی که رئیس دورانی مجمع ملی برای نجات افغانستان است، این هم در اونجا حضور نداشتن. خب اما داودزی در اینجا حضور داشت و تعداد کسانی که عضو شورای مقاومت بودن که عضو مجمع ملی هم هستند، مثل آقای یونس قانونی و آقای عطا محمد نور و بسا کسان دیگری در اینجا اشتراک کردند. در ترفند به اصطلاح دام تنیده جولاگونه آقای محقق و آقای حنیف اتمر در همصدایی، در مشارکت با راهکار مهندسی شده استخبارات طالبان آقای وثیق و آقای تاجمیر، خواستند که یک اقفال بکنن، یک سرکت سیاسی بکنن.
این مجمع ملی را تعداد یک لینک روان کردن که دعوت کردن که به حیث میمان در اونجا حضور داشته باشن. به این خاطر آقای داوودزی هم به حیث میمان در اونجا حضور داشت، آقای قانونی هم در اونجا به حیث میمان حضور داشت و آقای استاد عطاآمد نور هم در اونجا به حیث یک میمان حضور داشت. گرداننده این برنامه آقای محقق حنیف اتمر در ریاست تحت ریاست از اون صورت گرفته. بنابراین سرقت زیاد چی است؟ از آدرس شورای عالی مقاومت مجمع ملی را شامل این ترفند خود ساختن که مجمع ملی کاملا این یک سرقت سیاسی میدونه، نه تنها که این محکوم میدونه، این یک خیانت ملی هم میدونه، به خاطر اینکه در حق مردمی که در اینجا تصمیمش، فکرش، اندیشش، برنامهش جدا از همچون راهکارهای استخباراتی است، او را میخواهند که بدنام بسازند و دامای تنیدی از یان به خاطر بدنام سازی شخصیت‌های سیاسی و ملی است که و همچنان آدرس‌های ملی و ساختارهای سیاسی را میخواهند نیز بدنام بسازند و در نظر مردم افغانستان به اعتبار بسازند که دیگه هیچ کسی به این آدرس جمع نشود. یکی از ترفندهای آقای حنیف اتمر مثل سابق شماره نشه گشتم نه از پی کین است، مقتضای طبیعتش. در جریان صحبت‌های شما که بسیار مستدل و منطقی به نظر میرسه، اتهام وارد شد به جناب آقای اتمر که گفتین در قتل نخبه های جنبش روشنایی در دمزنگ دست داشته و حتی فرمودین که انتحاری را از لوگر انتقال داده. در این مورد چه فرمایش دارین؟ بعد برمیگردیم سر از این کنفرانس هم صدا. ما صرف اشاره میکنم هر زمان دیگری که شما فرصت داشتین ما تمام این موضوعات آدرس این کارایشون خدمت شما عرض میکنم. اولا حنیف اتمر یک جوان خردی بود که با اساس یک کاکایش که در امنیت کار میکرد، او هم از لحاظ اعصاب چندان نرمال نبود. این شامل استخبارات ساختن، شامل اطلاعات ساختن، شامل خاط ساختن. اما خاط بگویمش که همیش جمع شود. و این آموزشی در سرک 15 وزیر اکبرخان، اونجا آموزش استخباراتی را دیدن. بعد از اونجا رفتن به حوزه 2. در حوزه 2 تحت مدیریت یکی از کسانی که ما با او آشناستم به شهادت رسید در می روزا که او عضو از جمله مؤسسین شورای عالی نظامی افغانستان دیگه. او شهید شدن، در دیار هجرت شهید شدن. تحت مدیریت از او کار میکردن باعث یک کارمند. در ضمن از اینکه اونجا چی کارهایی را کردن ما دیگه پای شخصی و مسائل اخلاقیشان کار ندارم، یک مناسب هم نیست که خدمتتون عرض بکنم. از در کارهای استخباراتی وظیفه داشت در ارتباط با سفارت ها. در اینجا افرادی که به سفارت ها دنبال ویزا میرفتن، دنبال کارهای شخصی خود میرفتن، برای به دست آوردن کردیت خود اینا را برنامه‌های گرفتاری اینا را تنظیم میکردند و صدها نفر به این شکل گرفتار کردند، به زندان بردند و به قتلگاه ها سپردند. بعد از اینکه به کویت رفتن، در کویت هم همچنان بیشترین رابطه‌اش هم بعد از اینکه به کویت رفتن با آقای انجینیر گلبدین حکمتیار داشت که عالی هم در امی ترفند خدمتتان عرض بکنم که یک تعداد کسای دیگری هم مثل آقای کرزی، مثل آقای حکمتیار و حقانی و در این دخیل هستند، در این ترفندها دخیل هستند. یک آن کاری که یا در این ترفند میخواین که کار بکنن سپوتاژ کردن حرکت ملی و مردم افغانستان درباره توریست‌ها به خاطر حاکمیت تمامیت خواهی که در ذهنشان سالیان متمادی است که حکومت. به این خاطر آقای حنیف اتمر در وقتی که متصدی رئیس شورای امنیت بودند در زمان تصدی ریاست ازی و یک فردی که به نام ملا حسن یاد میشد و به اسم مستعار ابوبکر یاد میشد که از جمله افراد قبلی با داعش رابطه داشتند، بعد با القاعده رابطه داشتند، بعد از او امیر داعش شدند، مسئول داعش در ولایت لوگر در کابل شدند. او از لوگر بودند. خب بالاخره او به طالبان پیوست. در زمان تصدی ریاست شورای امنیت آقای حنیف اتمر وقتی که جنبش روشنایی برای افتید، فردی که خدمت شما عرض کردم از لوگر خواسته شد، بعد از یک برنامه و راهنمود و راهنمایی از طریق شورای امنیت او جنبش روشنایی را انفجار دادن و جز ایرا گروه طالبا و به گردن داعش انداختن. کسی ایرا به گردن نگرفت. شما میفهمید که قتل‌های زنجیره‌ای که سران مقاومت ملی برای نجات افغانستان، پاسداران نوامیس ملی مردم افغانستان، اینا در تیرس قتل‌های زنجیره‌ای خود قرار دادن، از مولانای سیدخیل گرفته تا آخرین فرد که خدمت شما عرض بکنم که خاکریزوال بود و همچنان جنرال
رازق قندهار از سر راه خود پس کردند. حالی هم آقای حنیف اتمر در تبانی با اینمی تروریستا، در همکاری با تروریستا که همین اکنون هم امضایش و فرمایش امر نیش بالای طالبا چنان است که اگر بخواه کسی رئیس مقرر کنه رئیس مقرر میشه. برای ما پیام داده و در وقتی که ما شورای انسجام قوای مسلحه تشکیل میکردیم، اعلام موجودیت میکردیم، با مو کسی که قبلا مدیری ازی بود او در رأس ازی شورا قرار داشت، با او پیام داد، برای او پول وعده کرد که این شورا را برای ما منصوب بسازید که ما در این راستا یک سر کارهای داریم. اما گپای ازی آدم ما دنبال کردیم، دنبال داریم. مردم افغانستان از کارهای ازی کاملا بلد هستند، سرقت‌های ازی، خیانت‌های ازی، همچنان در وزارت انکشاف دهات، در وزارت معارف، در شورای امنیت کاملا مشهود است. جایی از این نیست که افغانستان که به این گند کشانده شده، یکی از دلایلش کارهای پروژه‌ای آقای حنیف اتمر در قبال مردم افغانستان بوده. خوب شد گپ خودتون سر می جنبش آوردین، گفتین مسئول یک بخش مسئولیت ادامه فاجعه را در افغانستان حنیف اتمر داره. ایجاد شورای همصدایی هم به خاطر از که یکی انسجام مردم افغانستان سبوتاژ کنند، یک بله. و دومی که امو اهداف تمامیت خواهانه خودشانه که هم ریشه ایدئولوژیک داره هم ریشه نژادی داره، او را به کرسی بنشانه. بله بسیار کاملا دقیق. در این لحظه لازم است که از طرفدارای حنیف اتمر یا خودشان تقاضا کنیم در صورتی که دفاع منطقی داشته باشه رادیو کتاب در خدمتشان است و اگر نداشته باشه سکوت موجب رضایت است. مضراتی که شما برای از این کنفرانس یا ایجاد از این جلسه همصدایی برشمردین بسیار زیاد است. بعد فرمودین که قانونی صاحب، نور صاحب و تعدادی از بزرگای نجات ملی در اونجا اشتراک کرده به عنوان مهمان. چی دلیلی وجود داره که اینا به عنوان مهمان بره و بعد شما رسمیت رفتنشان رد کنین؟ خدمت شما عرض بکنم که اینا به صفت یک مهمان در اونجا دعوت شدن. در حضور از اینا از مجمع ملی، از حضور مجمع ملی، اشتراک مجمع ملی به عنوان عنصر ائتلاف خودشان، مجمع ملی هم شامل ساختند که یا باید صدای خود بکشن. آقای داودزی مسئولیت داره، صدای خود بلند بکنه. آقای یونس قانونی مسئولیت دارد، با واسطه که آقای قانونی هر نوع ائتلاف با آقای حنیف اتمر رد میکنه. به هیچ وجه با آقای حنیف اتمر هم صدایی را تایید نمیکنه. اما چرا سوال در اینجاست که با وصفی همه گپایی که میدانند از یک سوراخ بار کشیده شدن، چه نیازی بود، چه دردی را دوام میکرد که با حنیف اتمری که کاملا مرده شده بود رفت و یک مرده خواستن که زنده بکنن دوباره به حرکت بیارن. اینی خودش از نظر سیاسی، از نظر منطق سیاسی و از نظر آرمان ملت ما و از منظر صدای فریاد خونین شهدا و بیوگان و یتیمان کشور ما، این نشان میده که در کفش تعداد کسان ریگ هستند که باید ایرا در مصاحبه‌های خودشان باید این موضوع رو روشن بکنن که مجمع ملی برای نجات افغانستان در اینجا قطعاً پاش دخیل نیست و اینا به صفت یک میمان در اونجا آمدن. ایرا باید رد بکنن. اگر رد نمیکنن اون گپ پیشتر شماست که سکوت علامت رضایت است. رادیو کتاب در خدمت همه است. چه قانونی صاحب تشریف بیاره، چه نور صاحب، چه داودزی صاحب میتونن فرمایشات خود بگوین و این یک مسئولیت است که مردم آگاه باشه که به سرنوشتشان چی بازی های میشه. کم کم به آخر جلسه میرسیم. خاتمه فرمایشات شما را میگیریم و بعد چنانچه شما وقت داشتین و چی بود این مصاحبه را ادامه میتیم که بیشتر افشا شود حقایق. تشکر، جهان سپاس. در این راستا من کاملا آماده هستم. منتها خدمت شما عرض بکنم که میگه ما شاخ درخت این پر از میوه توحید، هر رهگذر سنگ زند آر نداریم. ما مردمی هستیم که درد زیاد دیده ایم. در هیچ خیانت دست ما به کسی آلوده نیست. این مردم باید بفهمند که عنایت الله طوفان در طی 55 سال از عمر مبارزات سیاسیش عملا در سنگرهای سیاسی، داغ سیاسی از اوج جنبش‌های سیاسی در افغانستان حضور فعال داشته و همه چیز از زیر نظر خود تیر کرده و دیده و میفهمه که چه کسانی صادق به مردم افغانستان است، چه خیانت‌هایی در افغانستان صورت گرفته. به همون خاطر عمری را در زندان سپری کردیم. حالا خدمت شما عرض بکنم که این حرکتی که برای افتیده تحت ریاست آقای حنیف اتمر، این به خواست مجمع ملی نبوده.
به خواست تعداد کسانی که از عضو مجمع ملی بودن به عنوان یک مهمان دعوت شدن، خاک به چشم از اینا زده شده و خواستن که یک سرقت بکنن. به همین خاطر پیش آقای محقق یک ترفند دیگری را، یک خیانت دیگری مرتکب شد که از طریق دامادش یا یازنش میشه، فکر میکنم آقای حسین یاسا، از طریق تلویزیون انترنشنال این موضوع را مطرح کرده که مجمع ملی و شورای مقاومت و همچنان حرکت ملی صلح و عدالت اینا با همصدایی مشترکاتی دارند و اعلامیه را صادر میکنند و صحبتی هم که در خود از این جلسه داشت به انگلیسی صحبت میکرد. معلوم میشه که اینا شیطانهای به اصطلاح سیاسی هستند که در خفای مردم افغانستان معامله میکنند و میخواهند که با عمر طالب بیافزایند و طالب یک مشروعیت بتن. مردم افغانستان عرض مده است که بالای سیاسیون صادق خودشان که تهی دست بودن و تهی دست هستند، دستشان به خون مردم افغانستان آلوده نیست و به هر تنظیم و به هر جریان سیاسی هم که بوده باشند، به هر فکر و اندیشی هم که بوده باشند، فقط یک چیز نگاه بکنند که غیر مسئولانه با هیچ کسی برخورد نکنند، با هیچ کسی بالای هیچ کسی اتهام وارد نکنند. اما که خدمتشان عرض میکنم که به هر جریان سیاسی، به هر فکر و اندیشه و ایدئولوژی که هستند، درک بکنند که به مردم افغانستان کی صادق است، کی دستش پاک است، کی برای مردم افغانستان خدمت کرده. این در نظر داشتن. هیچ وقت از روی سلیقه، از روی قومیت، از روی سلیقه سیاسی، از روی سلیقه تنظیمی و قومی در رابطه با سرنوشت مردم افغانستان قضاوت بیجای نکنند و آنچه که میخواهند که داشته باشند به حکم وجدان، با مسئولیت ایمانی و وجدانی برای کمال شخصیت خودش ابراز نظر بکنند. عرض مده میست که نسبت به شخصیت ها و سیاسیون خودشان به اعتماد نباشند. کسانی که معامله کردن آزموده شدن، آزمودن خطاست، این هم در نظر داشته باشند که از یک سراغ دوبار گزیده نشوند. خیلی ممنون طوفان صاحب بزرگوار. بیننده های گرامی، رادیو کتاب از شما و در خدمت شماست. آدرس رادیو کتاب در روی صفحه ظاهر شده، شما میتونین از اون طریق برای ما ایمیل بنویسین. مخصوصا شخصیت هایی که اسم گرامیشون در اینجا ذکر شد میتونه به دفاع از خود و به ضد نظرات طوفان صاحب و همچنان اشتباهات بنده را تذکر بده. خوشحال میشیم. رادیو کتاب معتقد است که ما بیشتر از هر زمانی به گفتگو نیاز داریم. فاجعه‌ای که در افغانستان جاری بود و جاری هست متاسفانه عقده‌های زیاد را بار آورده و این عقده‌ها وقتی تخلیه میشه که ما بازگو کنیم و فراراه آیندگان هموار سازیم. البته فرمایشاتی که طوفان صاحب گفتن مخصوصا در مورد خادستا به نظر من یک چیز خیلی مسلم و محرز است که ریشه نفاق مردم افغانستان در کنش خاد بود. ما مخالف هیچ جریانی نیستیم و فقط میخواهیم برای آبادی افغانستان، امنیت ملی و آرامش روانی کار کنیم. اما ویرانگری ها و نفاق هایی را که خود ایجاد کرده منکر شدنی نیست و بعد در اواخر که باخت جنگ مطمئن شده بودن، غندهای قومی را ایجاد کردن. متاسفانه این تخم نفاق ها از همون جای سرچشمه میگیره. امیدوارم با رادیو کتاب همراه شوین تا صدای صلح و آشتی عدالت محور را برای افغانستان بلند کنیم. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.